مال نعمت خیر احسان میکنن، زکات میتن، صدقات نافله میتن، یا ثواب میگیرن. ما میمونیم ما دستامو در پتی بینیم. حضرت صلی الله علیه و سلم مردم بشارت داد، خاصتا این فقیران. گفت این لکم بكل تسبیحة صدقه و کل تحمیدة صدقه و کل تهلیلة صدقه. شما گفت هرگز ناراحت نباشه، هر تسبیحی که شما میگه همین را خداوند همچه صدقه در نامه اعمال تو ثبت میکنه. شما را الحمدلله تو صدقه، الله اکبر تو صدقه، و امر بالمعروف صدقه و نهی عن المنکر صدقه. این همین امر به معروف و نهی از منکری که گفته و شنیده میشوه، همین را پروردگار همچه صدقه ما و شما قبول میکنه. همون فرزندای خوب صالحی که احترام میکنن کلان سالا را، دین احترام میکنن، شریعت احترام میکنن، در همخیلی محفل معرکه شیشتیان تربیه گرفتیان. او نرخرای بدبخته که نه عقل فراست دارن، نه علم دارن، نه فضیلت دارن، و از برای خدا یک همین خری خدی کوچه از اونو بهتر است. همون کسایی هستن که از چنین محفل معرکه میگریزن، تا به توان شنیدن گپ خدا و پیغمبر ندارن. یکی کناس بیرنج است از کار، مگر ره داشت بر دکان عطار. کناسش اینمی موسر شیک، آدمی که فقط اینمی اخلاق تازه میکنن. اما یک کناس میگه یک روز میگه از کار زودتر میبرویه و در بازار چیکار رو داشت، در امری سرش بوی مشک بو کشیدگی نیست. دایم در روی موسر، در روی بو تعفن همین مشکی میزنه، ریاکسیش میته، خوشش میروه میغلطه و تخته پش میزنه. برون آمد زی دکان مردی عطار، گلاب و عود پیش آورد بسیار. زمانای پیش کسی را اگر خوشش میرفت با آب گلاب روش میشوشتن، در بنیوش میکشیدن که خوشش به سرش بزنه. این بیچاره عطار دید که آدم خوشش رفت است، در یک کاسه گلاب گرفته آورد، روش شوشت. چرویش از گلاب و عود تر شد، بس کناس از آن بیهوشتر شد. این وقت شوشتش یه باره تماما مرده تیوار شد. یکی کناس دیگر چنبی دیدش، یا رفیق همکارش دید، باگو این مردم نمیفهمند که ایچ گوره هست. نجاست پیش بینی آوریدش، همین گردک نجاست گرفته آورد در پتای بینیش دوخت. مشامش از نجاست چون خبر یافت، ده چشمش باز شد جان دیگر یافت. وقتی او بوی آشنا در مشامش که رسید، میگه پرید خیسته اینجا ششش دسترش زد. به حضرت نصیحت میکنه، کسی با گندی بدعت آرمیده، شمیم مشک سنت ناشمیده، اگر روحی رسد سوی دماغش، درون دل فرو میرد چراغش. آنمی کسی هم که سنت پیغمبر را ندیده است، یا اما در بدعت در فسق فساد زندگی کرده است، وقتی آنمو شمیم سنت در مشامش میآید، آنمو که ریاکسیا میته، خوشش میگه میغلطه و اگر بوی رسد او روزی اسرار، همه از پای افتد سرنگونسار. و حضرت فرمودن و فی بضع احدکم صدقه. شما میدونید گفت که وقتی مرد مسلمان با زن حلالی خودش همخوابگی میکنه، خداوند نمیره همچه صدقه ایوه قبول میکنه. حیران شدن، گفتن یا رسول الله ایاتی احدنا شهوته و کان له بها صدقه. او گفتن ما رو شهوت داریم، ذوق داریم، ما هوسرانی میکنیم، لذت میبریم، با خداوند در عوض ما رو صدقه میده. حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرد، گفت ارایتم لو وضعه احدکم فی الحرام اکان علیه بها مصیبه. گفت ببینه اگر به شرط یک نفر شما امیر در حرام صرف کنه، شهوتی خودش به حرام بروره، زنا کنه، دست به دواعی زنا بزنه، آیا در عوضش خدای تعالی همچین گناه همین در نامه اعمالش می نویسه؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له بها صدقه. همین خاطر وقتی که در حلال تو شهوتی خودت ساکین کردی، راحت کردی، ان شاء الله خدای تعالی این همچه صدقه قبول میکنه. قسم بخوره زن طلاق میشه به شک شبهه، نه که اگر راست گفته باشه طلاق نمیشه. اما یا چی مسلم است که مردی که در هر کار به زن طلاق میخوره و قایگید نیست، خود جوان مردی نداره. گر عاقلی مخر قسم اندر طلاقی زن، هرچند مدعی زی قسم این طلب کنه.
одами ба ақл ҳатто агарам ба зан талоқшан бутан маҷбурiyam бояд қасам нахӯрад. оҳой қасам валлоҳияй биллоҳияй таллоҳияй ба худо қасам бихӯр. нахӯд ту дар корот ба зан қасам бихӯрӣ. ҳамин хеле номардие ки дар ҳар кор пӯй занака бикашӣ. ба зан қасам бихӯрӣ. каз росташ маломати халқ аст аз дурӯғ бар ту талоқ гардаду комил талаб кунад. агар ростам ки бигӯй мардум маломатат мекунад. ولی همین افغان‌ها یک عجیب یک غرور اسلامی دارن به خود، یک غرور جوانمردی دارن. همین مردی را که به زن قسم میخورد کو میگن این مردگو است. مردگو یعنی دیوس. دیوس نباشید طلاق زن چی قسم بخورید؟ گپ زن در دوران مرد چی میگه؟ از همین خاطر اصلا همین به زن طلاق خوردن که خودش نشانه بیخیردی و جاهلیه. اگر به شرطی که همه گپایی که گفت است قسم بس سه طلاق خورده است گپاش راست باشه زن طلاق شدگی نیست. لیکن اگر دروغ باشه دروغ گفته باشه سه طلاق شد دیگر جوی گپ نیست. سه طلاق در مجلس واحد سه طلاق است. تو زمانی که او زن شوهر دیگر نکنه به ایشون حرام حلال نمیشه. یه سوال دیگه دارم. که سال برادران تاجیک ما نماز میخونن. با پایهایشان طرف قبله کرده خواه میکنن. پایان پاشونده شکافای. میگن که محکمای هیچی نمیکنن. من میگم که کار فقط در وقت نماز میکنن. تا که نمازخوان اذیت نشوه. نه میگن هیچی نمیکنن. پیش پون محکم باشه در وقت خواب هیچی نمیکنن. طرف قبله هم باشه. در وقت خوب پشت طرف قبله دروز میکنه. پیش شکاف میگه. پشت قبله میگه. اگر شکاف شش نمیگه. شکاف قبله رو میگه. اصلا در مسئله قبله را احترامش هیچ جوی شک و شبهه نیست. که خدای تعالی میگه که مقصد که در هر کجایی باشه در وقت عبادت رو به سوی قبله کنی. از جانب دیگر حضرت صلی الله علیه و سلم امتها را سخت تاکید کرده است لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط و بول ولکن شرقوا او غربوا. حدیث امام بخاری است. در وقت قضای حاجت کردن روتونه طرف قبله و پشتونه طرف قبله نکنی. به خاطر احترام قبله است. ببینید قضای حاجت اگر میکنی باید نه پشت سینی قبله بیاید و نه رود بیاید. در خلاجا چون نشینی دامن خود برمزن. پس بنشین و مگو تن هیچ نوعی از کلام. برای قضای حاجت که ششتی بسیاری باید نبردار لو دامن ایزوروتا که یک کس ببینه اگر سطر عورت فرض یک شرمندگی های پس بشینه لیکی گپ نزنده. وقتی قضای حاجت دادم گپ باید نزنه مکروه های. میگه پشت سوی قبله نی و روی سوی قبله نی. دست چپ باید که داری سوی قبله و سلام. همین اصلا آداب و مستحبش همی است که اگر امکان و علاج باشه در وقت قضای حاجت دست چپ طرف قبله شود. رو طرف قبله پشت طرف قبله قصدن مقصد قضای حاجت کردن گناه های پیغمبر نهی کرده. اما در مسئله همین پا دراز کردن طرف قبله یگان نص شرعی اومدگی نیست که منع شده باشه. اما از بس که قبله شعار دین اسلام است. احترام شعار دین اسلام برای ما و شما را واجب است. مردای خدا چی جوی قبله پاشون طرف پدر و مادر دراز نمیکنن. همه حضرت امام اعظم ابو حنیفه تو وقتی که استادش زنده بود حماد ابن ابی سلیمان در کوفه زندگی میکرد پاش طرف خونه استادش حتی دراز نمیکرد است. نه در شیشتن نه در خواب کردن. همه خیلی آداب داشتن که خدای تعالی در علمشون برکت دادین. بعد گذشتن 1000 سال حالی رم نامشون میگیرن دل مردم گم میزنه پیرو دارن دینشون مقصد مذهب زنده های نامشون زنده های کتابهاشو در بین مردم رواج با فتواشو تو زیر عمل میکنن. کاری خدا با این بی‌ادبی و بی‌تمیزیمون این سخنان در زن و فرزندای خود دیگه اثر نمیکنه. اگر به شرطی که امکان و علاج باشه بهتر است که به خاطر احترام یا به قبله دراز نکنن. قبله به هر حال احترام. سین یک آدمی کلان اگر پا دراز کنی هم دماغش میسوزه. قبله جانب عبادت است.
не ки агар хона танг боша, шароити имкони дигар набоша, модом ки ба хотири таҳқир тавҳин не, балки аки дигар илоҷи дигар нестай, мардак бояд истироҳат кина ку, ҳамин хеле ҳолат боша, агар иншоалло рухсат ҳаст. агар ба шарти имкон боша дигар хоб кунан барқасд намекора кунанд, кароҳият дора, хуб неста, ҳамин айрии одоби исломӣ нест. خب سوال دیگه 5 سال پیش در روسیه با یک دختر روس شناس شدم. افسوس که از این مناسبت ما یک دختر به دنیا آمد. بعد از تولد کردن کودک ما نکاح کردیم به دعای پدر و مادر و بعد از یک سال آنها را به تاجیکستان بردم، اما والدینم آنها را بعد 2 ماه از خانه پیش کرد. بابا جان، دنیا در نظرم تاریک گشته است. فکری دخترم و آینده او مرا چند بار به خودکشی قریب آورد. والدینم گفتند که او لایق تو نیست و او تو را جادو کرده است که تو اینقدر دوستش می‌داری. سوال این است که در قیامت برای دختر من جوابگرم، زیرا او در محیط غیر اسلامی کلام می شود و مادرش نمی گذارد تا من دخترم را با طرز اسلامی تربیت کنم. التماس بابای عزیز، برای این سوال ها شما را دیر باز میکوبم. یک سوال شد، التماس جواب گردانید. هنوز زن روسای؟ روسای. سبحان اسلام قبول کرده است یا نه؟ اجازه که نگفته اسلام قبول کرده، نکاحش گفته که نکاح کرده. ماشاءالله. اصلا نکاح بین مسلمان با زن اهل کتاب از نظر شریعت درست است، زیرا خدای تعالی رخصت داده است. خب فقط بعضی از فقها، حتی بعضی از صحابه پیغمبر برای درست شدن نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب بعضی شرط ها گذاشتگی‌اند. از جمله حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، پسر ارشد حضرت عمر فاروق، رو تأکیدش همی است که مرد مسلمان در صورت میتونه با زن کتابی نکاح کند که همون زن در دارالاسلام زندگی کنه، در کشور مسلمان ها باشه. اگر به شرط در کشورهای خچو باشه، در دارالکفر باشه، نکاحش درست نیست. اما دیگر تمام فقها و هم مقصد علما و بزرگا فتواشون همی است که درست هست. من الذين اوتوا الكتاب و قرآن یا خیلی المحسنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم، زنهای محسنه از اهل کتاب برای شما را حلال هستند. او ابتدای زندگیشو که زندگی کردیان حرام است، برای که به نکاح است. نکاح نه فقط در بین مسلمان ها، در بین هم اهل کتاب هم هستند. همین خاطر نکاح بین مسلمان و زن اهل کتاب درست است. فرزند هم وقتی به دنیا اومد، این فرزند مقصد که از نظر شریعت مردم که بین پدر و مادرش یگون بستگی نیست، نکاح نیست، فرزند حرامزاده است. اما مردم که همین مرد نسبی همون دختر به خودش نسبت میده، مسئول یعنی همون فرزند است. یعنی او پدرش مسلمان است، همون فرزنده که او گناه نداره. پدر مسلمان است. تصور کنه که اگر مادر مسلمان نباشه، مادر اهل کتاب باشه، خدای نکرده همون دخترچه را خریستیان که کنن، اگه بدگی او وقتی که در بین روسای دیگه یک جا تعلیم اسلامی میگیره، همه آدم، همه جوان در پیش پروردگار جواب میگیره. یعنی به عیب یک مسلمان خریستیان شده است. از پدر مسلمان همیشه فرزند مسلمان به دنیا میآید. مادرش یهودی است، نصرانی است، فرق نداره. فرزند همون بهترین پدر و مادر به توبه است. همین پدر که مسلمان است، او فرزند اتوماتیک که مسلمان است. وقتی که از دین او را گردوندن، گویا مرتد شد. نعوذ بالله. همین پدری که همین بچهای جوان ما متاسفانه بعضیش ایروی مستی باشه، شاید بعضیش به بعضی سببا باشه، زنهای روس هم میگیرن و بعدا میپرتاینشون، نگه نمیکنن و فرزندای تولد شدگی را میگیرن خریستیان میکنن که به خدا قسم در پیش خدا جواب میگن. فرزند مسلمان رو گرفتن کافر کردن با دست خچو. بسیار گناه عظیم است. با هر راه و وسیله باشه، مردم پدر و مادر قبول ندارن، هیچ گپ نیست. در روسیه کو پدر و مادر در تاجیکستان، یا زن بگی اینجا، یا زنی تاجیک بگی انشالله،
بستقاتی شو دیگه بیشو کنه میگه اونا ترک کردن در کار نیست حتما برام همون زنه که بیوه ایسر اینا و خطیش با زندگیش برقرار کنه مدام نکاح دوران و همون فرزنده که تربیه کنه ولی همین جنایتی که زنا کرده کودک از زنا تولد شد یک راه خلاصی داره همون فرزند به شرط فرزندی خوب به کمال برسه اگر فرزندی خداشناس و پیغمبرشناس به کمال رسید پدر و مادر مقصد سعی کردن که هم فرزندی مؤمن و مسلمان و خوب کلان شود او توبه که کرد توبهش پذیرفته میشه انشالله خدای تعالی مجازاتش سخت نمیکنه نباشه این زنا بدترین گناه های جزاش به نهایت سخته هر کسی که زن میگیره محلش خیلی امکان و شرایط هست اهل کتاب هم که باشن بگیره اما بفهمی که شما مسئول هستی یه بار